حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا هستی حالتون خوب باشه. امروز اومدم با یه آموزش دیگه. امروز ما با هم دیگه یه رب انار فوق‌العاده خوشمزه و راحت تو خونه با هم دیگه درست کنیم. چند تا نکته داره، تا آخر این ویدیو همراه من باش تا این رب انار خوشمزه رو با هم دیگه تو خونه درست کنیم. فقط شما لذت این رب انار رو ببینید. خیلی راحت زودم آماده میشه. تا آخر این ویدیو با من باشید. خب بچه ما اینجا 6 کیلو انار داریم. من این انارا رو دون کردم که زمان کمتری گرفته بشه و ما که انار رو دون میکنیم یه پرای سفیدی داره، اونا رو جدا کنید تا رب انار شما تخت نشه. من تا اینجا که میتونستم این پرای سفید رو جدا کردم. اگه انار تو آبدار بود که نیازی نیست آب اضافه کنیم بهش، ولی اگه انار تو خشک بود موقعی که داریم میذاریم بپزه یه لیوان آب بهش اضافه کنیم، میذاریم روی حرارت زیاد تا این انار رو حسابی آب بندازه و دونای انار نرم بشن. بعد 20 دقیقه این انارا دیگه آب انداخته، دوناش هم نرم شده. حالا میریم که آب کشش کنیم. حالا انار رو از صافی رد میکنیم تا زمانی که گرمه از صافی ردش کنیم که حسابی از همدیگه جدا بشن. اینجا دیگه انارا رو از صافی رد کردیم، میبینین قشنگ آبشو گرفتیم، دونه‌هاش مونده فقط. توی این مرحله دوباره میذاریمش روی حرارت، زیرش رو زیاد میکنیم. وقتی که زیرش رو زیاد کردیم اجازه میدیم بجوشه. وقتی که جوشی زیرش رو کم میکنیم با حرارت خیلی کم اجازه میدین تا این رب انار ما غلیظ بشه. اگه دوست داشتی میتونین یه قاشق نمک هم اختیاری، اگه دوست داشتی میتونین یه قاشق نمک هم بهش اضافه کنید. فقط موقع پخت حواستون باشه، مثل رب میمونه که میپاشه، حواستون باشه زیرش رو کم کنیم، مدام همش بزنین که این رب انار ته نگیره. خب اینجا رب انار دیگه داره میجوشه آب انار. این کف سفیدی که روش جمع میشه جدا میکنیم تا رب انار شفاف تری داشته باشیم. کاملا دیگه داره میجوشه، زیرشو کم میکنم با حرارت خیلی پایین. اجازه میدم تا 2-3 ساعت این رب ما غلیظ بشه. خب این از رب انار ما بعد 3 ساعت دیگه آماده شده. فقط شما رنگ رو ببینید، عالی شده. اجازه میدیم تا خنک بشه، بعد میریزیمش توی یه ظرف و داخل یخچال نگهداری میکنیم. دوستای خوبم، اینم از رب انار خوشمزه ما. امیدوارم که دوست داشته باشین. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین، کامنت برام بذارین. اگه تا الان کانالم سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.